الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن أبي الحسن الرضا عليه السلام كمال الدين ولايتنا والبراء من عدونا. یکی از مسائل بسیار مهم که هر کسی نیاز به آن دارد تا بتواند این چند روز دنیا رو سپری کند، اکمال دینه که دین خودش رو کامل کنه. کمال الدین. خیلی ها میگن ما دین داریم اما از بعضی از نکات غافلند و خدا نکند روزی بیاید متوجه شوند ولکن دیر شده باشد. دین با دو امر کامل می شود. یک، ولایت ما اهل بیت، یعنی مقتدا و سرور و آقای شما ما اهل بیت باشیم. دوم، از دشمنان ما بیزاری بجویید. انسان در دنیا امتحان میشه، لذا آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا جان ان فلانا یوالیکم الا انه یضعف عن البراء من عدوکم. فلانی ادعا می کند شما را دوست دارد، ادعا می کند که مقتدا و سرور شمایید، اما در براءت از دشمنان شما کوتاهی می کند. امام روحی له الفدا در جواب فرمودند هیهات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع عن عدونا. دروغ میگه کسی که ادعا می کند محبت ما رو دارد اما در براءت از دشمنان ما کوتاهی می کند. البته محبت مراتب داره. انسان به فرزند خودش هم محبت می کند، او رو دوست دارد، چون در هر حال کسی رو که مقتدا قرار میدی، کسی رو که ولی قرار میدی، چون به او علاقه داری، او رو دوست داری، در نهایت اون علاقه موجب می شود که او رو بزرگ خودت قرار بدی. میبینی که در راه خدا جهاد کرده، تمام مصائب رو تحمل کرده، برای نجات جامعه از انحراف تلاش میکند، محبت او تو دلت میاد. در براءت و محبت نباید کاری کرد که دست دشمن بهانه داد. آخه بعضیا میگن ما محبت داریم، در محبت خود یا در براءت خود غلو میکنند و نهایتا فعلشون مضر بر مذهب است. لذا فرمود این مذهب خیلی به سختی حفظ شده. شما میدانید بعد از رحلت پیامبر اکرم مصائب زیادی پیش آمد،
چون بنا نیست که مجلس رو طولانی کنم، فقط یه نکته اشاره می کنم. برای حفظ دین، برای حفظ مذهب اهل بیت جهاد کردن. سید الشهدا بهشون گفتن که یا بیعت کن یا خونت رو میریزی. گفت من چگونه بیعت کنم در حالی که شما به نام دین رو تخریب میکنید؟ لذا ایستاد. ببینید مذهب چی داده. زن و بچه خود رو برداشت، فرزند 6 ماهش رو تشنه در حالی که یتلظا عطشا، این یتلظا دل آدم رو آتش میزنند. این ماهی رو که از آب میارید بیرون میبینید دهانش باز و بسته میشه، اینه بهش میگن یتلظا. این بچه 6 ماهش قنداقش که دستش بود از تشنگی دهانش باز و بسته میشون. علی اکبرش رو داد، اولادنا اکبادنا. گفت مردم پیامبر خدا رو میخواید ببینید، این فرزند مرا ببینید، سلوکش، راهش، چهرش شبیه پیامبر اکرم است. فقطعوه اربا اربا. مقاتل میگه تیکه تیکه کردن علی اکبر. بعد اون وسائب رو تحمل کرد. گفت برادرم ما رو به که می سپاری؟ گفت به خدا. زینب کبرا فرمود صبر میکنیم، تحمل میکنیم برای رضایت خدا. لذا اهل بیت جانفشانی کردند تا امروز دین نزد من و تو به امانت آمده. مسئولیت من و تو سنگین است. فردا من و تو مورد جواب و سوال قرار میگیریم که ای شیعه اثنا عشری که ادعا کردی ولایت ما رو به دل داری، محبت ما رو به دل داری، از عدو ما بری هستی، در دنیا چه کردی؟ چه فعلی انجام دادی؟ و دومین مورد که توانست این مذهب و دین رو حفظ کند جهاد اصحاب ائمه است. اینهایی که با دل و جان ایستادگی کردند. کمیل ابن زیاد عابد بود، زاهد بود، اهل خدا بود، الگو بود برای دیگران. از اصحاب امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی بود. موارد زیادی را از امیر المؤمنین نقل کرده که واقعا درس است، درس انسانسازی است. میگه من با مولا امیر المؤمنین از یه جایی حرکت میکردیم. خوب دقت کنید، عاقبت ها باید خوش باشد. عاقبت خوشی یه مقدمه میخواد تو زندگی. اون مقدمه اگه نباشد ممکن است انسان به مسیر دیگه منحرف بشه. کمیل میگه با امیر المؤمنین حرکت میکردیم، یه دفعه دیدم صدای سوزناکی میاد. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما. این بنده های برگزیده اینطوری هن. ای کسی که شب به عبادت برخاستی، سجده میکنی، می ایستی، یحذر الاخره، از عاقبت کارت میترسی، و یرجو رحمت ربه، به رحمت خدا امیدوار است. خیلی سوزناک بود. به امیر المؤمنین گفتم آقا میشنوی؟ خیلی سوزناک میخواند. فرمود این بدون دین از دنیا میره، مشرک از دنیا میره. میگه با امیر المؤمنین تو جنگ نهروان بودم، اشاره کرد به یه جسدی، به من گفت کمیل این همون صاحب اون ناله است، صاحب همون ناله است. حواسمون باشه دروس قرآن و مفاهیم و کلمات اهل بیت سعادت بشریه.
وقتی میگه کمال الدین یعنی اگر میخوای دینت رو کامل کنی، اگر میخوای سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشی. خیلی ها بودن که در دنیا محبتشون رو ابراز کردن، مورد مدح قرار گرفتن و پیامبر دعا کرد براشون مادامی که شما به این شکل در این راه حرکت میکنید. کسی که در غدیر خم بلند شد حسان ابن ثابت بود. وقتی پیامبر اکرم کلام خودش رو در تعیین امیر المؤمنین به عنوان جانشین تمام کرد، این حسان ابن ثابت بلند شد، شعر گفت. شعرش معلومه. میدونید این شخص عاقبتش چی شد؟ به کجا کشیده شد؟ به جایی کشیده شد که امیر المؤمنین بهش میگفت تو رو خدا انقدر مرا اذیت نکن، انقدر مرا مورد آزار قرار نده. حالا چرا اینجور انسان میشود؟ انشالله خدا توفیق دهد، در جلسات بعد نقل خواهم کرد. این کمیل حجاج دنبالش بود و شنید حجاج دنبال اوست، فرار کرد. 14-15 نفر بودن که با این کمیل رابطه داشتن. حجاج اونها رو گرفت. کمیل چون دید دوستانش در خطر هستن خودش رو تسلیم کرد. حجاج نعوذ بالله کلام امیر المؤمنین رو به کار برد و دشنام داد. کلام امیر المؤمنین، اسم امیر المؤمنین رو که آورد، کمیل صلوات فرستاد. خیلی خشمگین شد، گفت تو را میکشم. گفت حجاج من آخر عمرم، چیزی از عمرم باقی نمانده. دستور داد سرش رو از تن جدا کنن. امروز دنیای امروز زاده همون هاست، همون حجاجه، همون هایی که به اهل بیت ظلم کردن. میبینید جامعه امروز رو خیلی راحت به جرم این که محب امیر المؤمنین است سرش رو میبرن. شاید بعضی ماها قبل از این واقعه خیلی باور نمی کردیم. مگه ممکن است امام حسین علیه السلام رو سر ببرن؟ مگر ممکن است عمرو بن حمق خزاعی رو دستها و پاهاش رو قطع کنن و زنده او رو دفن کنن؟ کمیل مورد امتحان خدا قرار گرفت. یا کمیل محبت امیر المؤمنین رو داری؟ یا باید جانت رو بدی یا محبت باقی بماند. جانم فدای امیر المؤمنین. ولایت و محبت و براءت باید به این گونه باشد که انسان خود رو فانی در اهل بیت بداند. سومین چیزی که دین رو حفظ کرد و دین به برکت وجود این سراح حفظ شد، مسئله جهاد علماست. علمای بزرگی که به هر طریقی که ممکن بوده است دین رو حفظ کردند. شهید اول مرحوم شمس الدین محمد ابن مکی عاملی، ساکن سور در لبنان. علمای اونجا دیدن که مردم دور این عالم شیعی رو گرفتن و خیلی به اون علاقه دارن. 1000 نفر رو جمع کردن به شهادت دروغ یوسف ابن یحیی و قاضی برهان الدین ابراهیم، 2 از علمای اهل سنت در سور لبنان، امضا گرفتن که آقایون این شهید اول کلمات و گفتارهایی به کار میبرد که از دین نیست و به یه تعبیر دیگر مشرک شده است. پرونده براش درست کردن، فرستادن پیش علمای شام که اموی بودن.
و شهادت دادن به این که شهید اول طریقی رو انتخاب کرده است، راهی رو انتخاب کرده است که منتهی به شرک می شود. این دو عالم بزرگ سنی شهید اول را حاضر کردن. ببینید دین چجوری حفظ شده. بهش گفتن اعتراف کن، توبه کن. شهید اول محبت داره، ولایت اهل بیت رو قبول کرده، براءت می جوید از عدو، از دشمنان اهل بیت. گفت برای چی توبه کنم؟ گفتن برای ما نوشتن و شهادت دادن 1000 نفر که تو این مطالب رو میگویی و اینا شرک است. گفت اولا من این مطالب رو نگفتم، ثانیا اگه توبه کنم شما ثابت می شود پیش شما که این مطالب رو گفتم، این مطالب رو گفتم، لذا توبه نمی کنم. میدونید چی کار باهاش کردم؟ لباس مجرما رو به این عالم بزرگ پوشوندن، با شمشیر به شهادت رسوندن، جسد او را آویزان کردن تا عصر به مردم گفتن سنگ بردارید به جسم این عالم بزنید و بعد اون جسد رو سوزوندن. این مذهب گوتره به دست نیامده، به جهاد اصحاب ائمه است، به جهاد خود ائمه است، به جهاد بزرگان دین است. افتخار آنان که نامشون افتخار است غیر از عملشون، اونایی که دین رو با جان و دل نگاه داشتن. الان ما از نعمت بزرگی برخورداریم. ما در یک فضای شیعی هستیم. بزرگان ما در تقیه بودند، ائمه ما در تقیه بودند و چهارمین راه که دین رو حفظ کرد و توانست این دین زنده بماند تا به دست من و شما برسد، شعائر اهل بیت است. خیلی ها تلاش کردن این شعائر رو از بین ببرن، خیلی ها تلاش کردن که شعائر زنده نباشد. یه سوال میکنم، این مراقد اهل بیت رو که این ناصبی ها واقعا دنبال اینن که این مراقد رو از بین ببرن، به نظر شما چرا تو این امر این کار رو میخوان انجام بدن؟ مگر وجود قبر چه نقشی داره؟ چرا میخوان عزاداری و محبت و براءت و ولایت اهل بیت رو میخوان از دل شما بگیرن؟ چون شعائر دین رو زنده نگاه می‌دارد. امروز شعائر اگر زنده است، دین زنده است. اولا این وجود مراقد، وجود این مراسم، وجود شما در این مجلس دلیل بر حقانیت ماست. چرا؟ به دلیل اینکه وقایعی که در تاریخ واقع شده است زنده میماند. پدرم، برادرم، چی شده که شیعیان امروز همه سیاه پوشیدن؟ چی شده که این گونه شیعیان به سر و صورت میزنن؟ برای پدرش این عزاداری رو نمی کند، برای مادرش این عزاداری رو نمی کند. چه واقع شده؟ این جرقه اول است. این شعائر موجب می شود که جرقه اول در دل انسان زده بشه. لذا می بینید خیلی ها هستن مستبصر میشن به واسطه این شعائر. چرا ناصبی ها اصرار می کنند که قبر حضرت زهرا معلوم باشد؟ چرا اصرار می کنند که قبر حضرت زهرا
در بقیع است و ما اصرار میکنیم که قبرش معلوم نیست. چون کسی که با انصاف باشد، کسی که منصف در تاریخ باشد، سوال میکند مگه این دختر رسول خدا که پیامبر اکرم به اعتراف خود اهل سنت در کتب مختلف اعتراف میکنند که پیامبر محبتش رو ابراز میکرد، چرا باید قبر او مخفی باشد؟ چرا باید مسلمان ها ندانند جگرگوشه پیامبر اکرم کجا دفن شده؟ متوکل دید مردم متوجه میشن به قبر سید الشهدا. ببینید شعائر چه نقشی دارد در حفظ دین. مأمور کرد عده‌ای رو، گفت به مردم کربلا و اینایی که به کربلا در کربلا هستند بگید 3 روز به شما فرصت میدم، کسی حق ندارد به قبر امام حسین نزدیک شود و الا سلاخی میکنم او رو، یعنی قطعه میکنم او رو. مردم از دور می آمدن عرض ادب میکردن، چون مولای ما آنقدر مهربان است که اگر تو توانایی نداری سفر کنی جواب سلامت رو از دور میدهد. مدتی گذشت، این لشکر متوکل ترک کرد منطقه رو. مردم تو تاریخ داره قبر امام حسین رو از بوی خوش قبر مردم تشخیص دادن. دور قبر رو آوردن بالا، علامتی گذاشتن، متوکل خبردار شد، گفت برید قبر امام حسین رو خراب کنید و زمین رو شقم بزنید. چرا؟ چون اینا دنبال امیال دنیوی بودن، اینا دنبال این بودن که دنیاشون رو آباد کنن. با شعائر دین زنده می شود، با شعائر دین معنا پیدا می کند. شعائر باید از بین بره تا بتوان عقول این جوانها رو گرفت. عزیز من، این لباسی که به جوانات امروز میدن، این شکل مویی که امروز به جوانت میدن، این الگویی رو که براش میدن چون ناامید شدن، لذا حرکت میکنن به هر طریق ممکن الگویی رو ارائه کنن در جامعه که یواش یواش این محبت رو بگیرن. خدا نکند این محبت و اعتقاد به ولایت اهل بیت از انسان دور بشه. خب چه فایده ای دارد؟ به کجا به دردمون میخوره؟ امام صادق یه دعایی کرده است برای این اشخاصی که حفظ شعائر میکنند، دین رو به واسطه شعائر نگاه میدارند، که آخرتشون رو تضمین کرده. امام صادق فرمود فرحم تلک الوجوه التي غیرتها الشمس. پیاده میری به طرف قبر سید الشهدا، گرما رو تحمل میکنی، این چهره تو به واسطه تابش خورشید رنگش عوض میشه. امام صادق ترحم فرستاده برای تو. وارحم تلک الخدود التي تقلبت على قبر ابي عبدالله الحسین علیه السلام. خدایا اون گونه‌هایی که بر قبر سید الشهدا قرار میگیرد، خدایا من به اونها رحمتت رو شامل حال اونها کن، ما بر اونها رحمت میفرستیم. وارحم تلک العیون جرت دموعها رحمتا لنا. میفرماد خدایا رحمتت رو برسان بر اون چشمهایی که به خاطر مظلومیت ما جاری می شود. وارحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا. دلت می سوزه هنگامی که مصیبت
فلان امام رو میشنوی قلب جریحه دار میشه. امام صادق ترحم خدا رو برا تو خواسته و فرمود ارحم تلک الصرخة التي کانت لنا. اون فریاد میزنی در مظلومیت سید الشهدا، مورد رحمت خدا قرار میگیری. بعد به خدا چی گفت امام صادق؟ اینایی که حافظ دینن، اینایی که حافظ شریعت مقدسن، اینایی که حافظ شعائرند، چون نهایت اگر شعائر حفظ شد دین حفظ می شود، شریعت حفظ می شود. اللهم انی، خدایا این بنده های ما که برای ما اشک می ریزن، به زیارت ما میان، فریاد میزنند در مصیبت ما، خدایا استودعک تلک الانفس، خدایا اینا اگه جونشون از بدنشون خارج شد امانت باشن، هیچ کارشون نکن خدایا. و تلک الابدان، این بدنها امانت باشد، حتی نوفیهم من الحوض یوم العطش. ببینید چی گفته امام صادق، میفرماد تا جزاشونو بدیم. که اون روزی که همه تشنن، اون روزی که همه ناله میکنن. عملمون چیه تو دنیا که ما به عملمون بنازیم؟ چه کار کردیم برای اهل بیت که بنازیم؟ امید ما به رحمت خداست به واسطه عنایت اهل بیت علیهم السلام. چرا اصرار میکنیم بر شعائر؟ اولا عمل به شعائر امر الهی است. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کس چیزی که مردم رو متوجه خدا میکند به اون عمل کند، خداوند متعال او رو مورد رحمتش قرار میدهد. این میگه این دلالت بر تقواش میکنه. انسان که تقوا داشته باشه یعنی عاقبت به خیره، یعنی فردا جاش تو بهشت معلومه. ولذا فرمود. و یکی دیگه امر اهل بیته. مگر شما ادعا نمی کنید جانم فدای اهل بیت، جانم فدای مکتب امام صادق؟ امام صادق میفرماد اللهم ارحم، خدایا رحمت کن، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که نام ما رو زنده نگاه دارد. نام اهل بیت با چی زنده نگاه داشته میشه؟ با همین شعائره، با همین عمله، با همین جمع شدن در این مراسم است. خدا انشاءالله بلاها را از ما دور کند. کسی که داغدار میشه امر الهی است دیگه. یک کسی یه عمری دارد، این عمره تمام میشه، یا زود یا دیر. کسی که میخواد عزیزش رو یاد کنه این مراسم براش میگیره. مادر من از دنیا رفته، یاد مادرم افتادم. امروز دوستان بیاید یه روزه برای ثواب مادرم بخوانم تو قبر بهشون برسه. و بدانید هر حسناتی انجام بدید به قبر میرسه. یه جمله بگم، دنیا دار فناست، تعارف نمی کنم. ممکنه اجتماع و جو گاهی وقتا یه القاء غلط بدهد، شما نباید به اونا اعتنا کنید. یه فرصتی خدا بهتون داده که خانه دومتون را آباد کنید. اون خانه نه چراغ داره، نه کولر داره، نه نور داره، نه فرش داره، هیچی نداره. یه پارچه است که تو حج بهت میگم 2 تا حوله ببند که یاد اونجا باشی. خداوند یه فرصتی میده که اون خونه را آباد کنی، هم براش نور قرار بدی، هم براش اون چی که در نیتت هست. خدایا من از قبر میترسم، میخوام در قبرم نور باشه. لذا فرمود وقتی خدیجه از دنیا رفت، پیامبر خودش رفت تو قبر، خارج شد که خدیجه در امان باشد. یه کاری بکن، تو رو گذاشتن تو اون حفره، نور رو ببینی.
هم فی قبورهم والحسنات تسری الیهم. تو قبرشه اما هی مزد براش میاد. برای کیه؟ کسی که تو دنیا یه چیزی برای خودش گذاشته، مسجد ساخته، فلان چیز رو قرار داده، وضوخونه ساخته، مردم میان وضو میگیرن، خدایا میگه پاداش بهش بدی. خدا پدر و مادر این که این جا رو درست کرده بیامرزه، حسنات بهش بدی. این فرصته. نباید بگی که امروز فردا، امروز فردا. یه دفعه میبینی یک آن بهت فرصت نمیدن، بعد حسرت میخوری. به کی میرسه؟ معلوم نیست. لذا باید انسان خیلی برای این که بتواند آخرتش رو آباد کند، که انشالله یک بحث ما در روزهای آینده همین است. خداوند متعال بی لطفش بعضی از بزرگان مکاشفاتی کرده، یعنی دیدن منظره رو. البته این رو بذارید براتون بگم، این ادعای این زمان همش دروغه. کسی میتواند امام زمان رو ببیند که شیخ مفید باشد، علامه بحرالعلوم باشد، کسی که دین دست او امانت است. او باید امام زمان رو ببیند، امامش فرمان رو به او بگوید، مسئله را درست کند، امت رو که میخواهد راهنمایی کند او رو مورد عنایت قرار میدهد که مردم را بتواند به طریق درست سوق دهد. چون ممکن انسان اشتباه کنه. روز عاشورا طلاب حوزه علمی نجف میرفتن کربلا. یه مراسمی است، خدا به همه ما توفیق دهد عاشورا کربلا باشیم، تو این مراسم شرکت کنیم. به نام طویریج، یه منطقه مردم به خاطر اینکه مواسات کنن با اهل بیت، وقتی که خیمه‌ها را آتش زدن، از طویریج تا برقد امام حسین علیه السلام میدوند. جمعیت نزدیک حرم بود. مردم دیدن این عالم بزرگ، این مرجع نجف، عمامه رو زد زمین، عبا رو زد زمین، به سر و صورت زنان با جمعیت حرکت کرد. وقتی که مراسم تموم شد، علامه بحرالعلوم آمد. علامه بحرالعلوم آمدن، آقایون بهش گفتن آقا مناسب نبود، شما مرجعین، آقایین، عمامه رو زدید زمین، عبا رو زدید زمین، دویدید. گفت مگر ندیدید امام زمان در عزای جدش چگونه به سر و صورت میزد؟ چرا؟ این شعائر حافظ دینه، ولذا دشمن امروز شعائر رو مورد تیررس قرار داد که این شعائر رو بگیرد و به اهداف خود برسد. به من بگید ببینم، سید الشهدا روحی له الفدا این مصائب رو برای چی تحمل کرد؟ امیر المؤمنین جلو چش خودش سیلی به زهراج زدن، بین در و دیوار قرارش دادن، محسنش رو سقط کردن. آیا سزاوار است برای تو امیر المؤمنینی که بهشت و جهنم دست اوست، کون به برکت او میچرخد، تو در مواسات با او کوتاهی کنی، شعائر رو فراموش کنی؟ امیر المؤمنین آمد کنار قبر فاطمه گریه کرد، گفت فاطمه جان ای رسول خدا، خطاب کرد به رسول خدا، صبرم از بین رفت، شکیبایی دیگه ندارم، تحمل نمی کنم. ای رسول خدا از دخترت بپرس که امت با او چه کردن. اون لحظات آخر پیامبر اکرم از هوش رفتن. به هوش که آمدن اعلام کردن پیامبر به هوش آمد، اهل بیت همه با شیون و گریه وارد شدن.
بعضی از اصحاب پیامبر آمدند، امیرالمؤمنین آمد، خود رو بر بدن پیامبر انداخت. پیامبر چشمش باز کرد، یه نگاهی به امیرالمؤمنین کرد، گفت علی جان، مردم تو و مرا رها خواهند کرد. باید خوشحال باشی پیامبر به تو اشاره نکرده. از اون مردمی نیستی که پیامبر و امیرالمؤمنین رو رها کردی. کمال الدین در تو وجود دارد. بعد فرمود مردم مشغول دنیا می شوند، هرچی دنبال دنیا میره از مال لذت میبره، لذا دنبال دنیا میرن. علی جان من رو تو رو فراموش میکنم. مثل تو یا علی مانند کعبه است که همه مردم او رو قصد میکنن. بعد یه نصیحتی به امیرالمؤمنین کرد که بعضیا ولایت ندارن، دروغ میگن. چرا؟ به این نتیجه میخوام برسن کمال الدین ولایتنا، مراد اینه که عقیدت باید راسخ باشه. مگر امیرالمؤمنین در خونه نبود که پشت در بیاد؟ چرا فاطمه رو فرستاد؟ نعوذ بالله از این شبهه، نعوذ بالله. بعد فرمود و علیک بالصبر یا علی. اول فرمودن قرآن رو جمع کن بر طبق همون ترتیبی که به تو گفتم. بعد فرمود و علیک بالصبر علی ما ینزل بک و بها حتی تقدموا علی، تا اینکه بیایید نزد من صبر کن. اولا امیرالمؤمنین عمل به وحی کرد، چون پیامبر اکرم ما ینطق عن الهوا، هرچه میگوید وحی خداست و هرچه میگوید از طرف خداست. پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود صبر کن، یعنی هر بلایی بر سرت آوردن برای حفظ دین صبر کن. بعد چه فرمود؟ فرمود یا علی اگر اصحاب از تو دست برداشتن و 10 نفر با تو نایستادند نجنگ، صبر کن. و امیرالمؤمنین با این سیاست، امیرالمؤمنین با اون سیاست عظیم دین رو نگه داشت. نتیجه شماهایی بشکند آن زبان و اون قلمی که نوشت علی ابن ابی طالب در برنامه ها شکست خورد. اف به این کلام، اف به تو. علی ابن ابی طالب به کلام خدا عمل کرد، به آنچه که پیامبر از طرف خدا به او فرمود عمل کرد. امروز تشیع به برکت امیرالمؤمنین است. لذا فرمود کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مأمورا. من از طرف پیامبر برگزیده شدم برای اینکه مردم رو هدایت کنم، اما آمدم دیدم دین از بین رفته، مأمور شدم دین رو به مردم برسانم. لو استوت قدمای لغیرت اشیاء، اگر اجازه میدادن که من رو پاهم بیستم خیلی از مسائل رو تغییر میدادم. این دین دین خدا نیست که برای شما دارن دیکته میکنن، برای شما میگوین. اصلا کسی که این حرف رو بزند شک در عصمت امیرالمؤمنین کرده که امیرالمؤمنین در سیاست خودش شکست خورده. کمال دین در این افراد نیست، اینا کمال دین ندارن.
چون نه ولایتشون درسته نه براءتشون. مگر می شود امام اشتباه بکند امام معصوم؟ وقتی میگوییم اهل بیت معصومن یعنی عاری از فراموشیان، عاری از غفلتن، تصور غلط نمی کنن، محاسبه اشتباه ندارن، هر آنچه را که عمل می کنن امر خداست. حواستون باشه، دین با ولایت و با براءت. کلامم رو جمع کنم. کسی می تواند ادعا کند که دینش کامل است که براءت و ولایتش درست باشه. براءت رو و اعتقاد به اهل بیت، به ولایتشون و محبتشون رو خود اهل بیت گفتن. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یعنی کسانی که خوشحال میشوند به واسطه شادی ما و غم فرا میگیره اونها رو وقتی که ما غم داریم. کی خوشحال میشن اهل بیت؟ کاری کنی رضایت اونها رو کسب کنی، عملی کنی که اونها رو خوشحال کنن. این که من شیعه هستم و ولایت شما رو قبول کردم و براءت رو معتقدم باید لقلقه زبان نباشد. این براءت و این ولایت نباید لقلقه زبان باشه. خب کلام رو جمع کنم. حمیری شاعریه، در فضائل امیرالمؤمنین خیلی شعر گفته، داشت جون میداد. یه سری از این عثمانی های سنی هم بالا سرش بودن، خیلی از امیرالمؤمنین شعر گفته. ادعا میکرد کسی بتواند فضیلتی رو از امیرالمؤمنین بیاورد که من در شعر نگفته باشم، این زاد و این راحله من مال او. آخرین لحظات داشت چون میداد، یه نقطه سیاهی رو صورتش ایجاد شد. کم کم این نقطه کمی درشتر شد. این سنیایی که نشسته بودن تو دلشون میگفتن پس علی تو کو؟ میگوید اون نقل میکند این رو، میگه یه دفعه دیدم حمیری بلند شد نشست، این نقطه سیاه تبدیل شد به نور. گفت دروغ میگوید کسی که ادعا میکند علی ابن ابی طالب به فریادش نمیرسد. به فریاد من رسید، به من رو در بهشت جای داد. ای مردم، اگر میخواهید سعادتمند شوید، حبل امیرالمؤمنین به حبل امیرالمؤمنین چنگ بزنید، بچه هاشون رو یکی یکی امام برا خودتون قرار بدید. آخرین شعر رو گفته از دنیا رفت. این عاقبت به خیریه. کاری کنیم در براءتمون، در اعتقاد به ولایت اهل بیت، کاری بکنیم که اون لحظات آخر این اعتقاد جواب دهد و لقلقه زبان نباشد. یه صلوات بفرست. خیلی مصائب تحمل کرده فاطمه زهرا، لذا یه دعاهاش این بود: اللهم عجل وفاتی، خدایا مرگ ما رو برسون. همه مصائب رو امیرالمؤمنین تحمل کرد، بعد با پیامبر درد دل کرد. فاطمه‌ش رو که تو قبر گذاشت یه زمزمه‌ای کرده است: به خواب آرام، به خواب آرام ای پهلو شکسته، بمیرم بودم تماشا کردم سیلی زدن، به پهلوت ضربه زدن. به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بر بالین قبر تو نشسته. چه کنم
ناله می کند کنار قبر به خواب آرام ای ماه یگانه، نخواهی خورد دیگر تازیانه. بگم امیر المؤمنین تو کربلا یه بچه تازیانه خورده، ناله کرده یا ابتا من الذی قطع وریدک، پدر جان کی رگهای گلوی تو رو بریده است. یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، پدر جان من که عمری ندارم سنی ندارم، تو این سن کی مرا یتیم کرده است. میدونید چه کردن؟ یه عده ریختن، فاجتمعت عدة من الاعداء فجروها من على جسد ابیها.